دوستان ساعت رو ببینید، ساعت 1:50 است. امروز قراره که چیکار کنیم دوستان؟ امروز قراره غذای 12 به بعد تبریز رو با هم دیگه تست کنیم و ببینیم که چیزای خوبی رو پیدا می‌کنیم یا نه. و بهشون از 0 تا 10 نمره رو میدیم. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو تا آخر سر تماشا کنیم و لایک کامنت سابسکرایب چنل یادتون نره. الان یواش یواش بریم سراغ غذا. همون جایی که چراغ روشن است اونجا میریم سراغ غذا. پس با من همراه باشید دوستان. دمتون گرم. خب دوستان بهتون گفتم الان ساعت شد 2:01 تقریبا. خب حل اونجا رو بگید آقای فیلم بردار. همشون جگرکی هست، سیب زمینی، تخم مرغ هست، سمبوسه هست، بعدش هیچی دیگه همه چیزا هست، فلافل اینا هست. دونه دونه همش رو تست می‌کنیم و 0 تا 10 نمره‌اش رو بهش میدیم. پس دیگه چیزی نمونه دیگه. پس بهتون پیشنهاد میدم ویدیو رو تا آخر سر تماشا کنید. حالا دیگه الان بهشون گفتم به جگرکی اینا یه 2 سیخ اینا برامون جگر اینا بزنه. آدم استرن. بریم بخوریم و در آخر سر میاد چای نبات میپرونیم و میریم خونه دیگه. دمتون گرم. با من همراه باشید. خب دوستان همونطور که بهتون گفتم آماده شد. یه بله گرفتم برام، اینو بذاریم اینجا. آقای فیلم بردار بیا جلو، اینجا رو ببین. همه اندام‌های داخلی گوسفند و گاو همه چی رو بود انداخته اینجا. یه سیخ جیگر، بعدش دنبه، اینطور چیزا. بریم برای تستش و بهش نمره بدی ببینیم چه نمره‌ای از ما میگیره. خب دوستان واقعا جات می‌خوره. بخوریم ببینیم چه نمره میگیره. ساعت 12 بعد چطور غذای به دست مردم میدن. اول تست رو میره. یه رو مونده به 3. بفرمایید. هنوز نرسیدم به بعضیاش. اینطوری با دونه دونه بخوریم میبینیم که این دنبشه. ببینیم که چطوره. خیلی خوبه. به دنبه از 0 تا 10 نمره 6 رو میدم. خیلی خوب پخته، خیلی نرمه و آب داره. خیلی خوبه. اگه تا اینجا اومدی لایک کامنت سابسکرایب یاد نره. و تو کامنتات من برام بگو تو شهر شما چه بعد ساعت 12 چه غذایی میدن. اینم دوستان فکر کنم این جیگره یا آره این دله. آره دله. یکم خیلی سفته دلش. خیلی سفته. اگه بخوام بهش نمره بدم از 0 تا 10 به دل چند رو بدم دوستان؟ نمره 3 رو میدم. خیلی بده واقعا اصلا جای تست رو نداره. آقای بردار بنداز این نوشابه. الله همت کم. نوشابه گرفتیم کلا همه این مبلغ ساعت 12 بشه خیلی ارزون شد. من انتظار رو نداشتم. 280 چند سیخ حداقل 5 6 تا سیخ بود از هر کدومش با نوشابه اینا 280 تومن. به نظر من قیمت خیلی معقولیه. بفرمایید دوستان. خب خیلی پرقدرت و قوی ادامه بدیم و الان ببینیم جیگرش چه طعمی میده. بفرمایید. نه این دله، جیگرش خوبه. آها اینم جیگره که چسبیده به هم دیگه. آقای فیلم بردار نشون بده یه دونه اینجا رو بگیر. کارو بگیر، خیلی چیز خوبیه. جیگرشو بخوریم ببینیم که چیزی خوبی شده یا نه. هوا یکم سرد دوستان بخش اگه صدای باد بیاد تو میکروفون. جیگرش خیلی طعم خیلی خوبی رو میده. واقعا خیلی خوبه. اصلا جایی برای حرف زدن نداره. اگه بخوام به جیگرش هم نمره بدم، نمره چند رو بدم؟ به جیگرش هم واقعا خیلی خوب بود. به جیگرش نمره 6 رو میدم. نه خیلی خوب بود نه خیلی کم. خب یه دونه موند روده. ببینیم که اون چطوره. اون چه نمره میگیره. بفرمایید بدون هیچ چون ساعت 3 الان درو برام آماده می‌کنم. میخوام زود تست کنم. خونه اگه برم اونم پاره. بفرمایید دوستان. ببینن طعم روده رو تمیز نشستن انگار دوستان. بابانی انگار تمیز نشستن. آره بهمون انداخته روده رو. آقای فیلم بردار چرا میخندی؟ نشستن دیگه. از همه بیشتر آقای فیلم بردار روده دوست داره. خب دوستان این بود از تست جیگرکی اینا. ما هنوز آیتم داریم. تموم نشده. آقای فیلم بردار بی زحمت بده برام. بده دیگه. حل. دوستان این همه جیگرکی آیتم ما نمره دادیم و به جیگرش چند نمره دادم؟ به روده ببخشید. به روده که بخوام نمره بدم چون تمیز نشسته انگار مزه گوه میداد. اگه بخوام نمره بدم نمره 3 رو میدم دوستان. خب اول از همه سراغ سمبوسه بریم. این یه دونه فلافل الان فیلماشو ادیتور جان زحمت بکشه بذاره. همشو خودم سلف سرویس بود و
کلا همه به اینا سمبوسه و همه چیزش با هم با فلافل فکر کنم 165,000 تومان داده. خیلی خوب بود به نظر من. دوستان این سمبوسشه خیلی خوبه. الان بشونم ببینیم که نصف کنم ببینیم که خوبه یا نه. نعمت خود داری میریزی زمین رو. آقا این هم از سمبوسش. آها ریخت. خیلی خوبه. بوش هم خیلی خوبه. بفرمایید دوستا ببینیم که چند نمره از ما میگیره. ابسولوت سینما. خیلی ترد و خوشمزه است. آقا فیلم بردار تا دلت میخواد. بفرما بخور. اگه بخوام بهش نمره بدم به سمبوسه‌اش نمره چند بدم؟ نمره 7 رو میدم. من خودم سمبوسه رو خیلی دوست دارم. چون همیشه درستش میدم. خیلی خوبه. نمره‌ش هم دادیم بس بدون معطلی بریم سراغ فلافل. آقا جون اینم بخور اینم زحمت ما رو بکش. بفرما. دمت گرم. یکم نوشابه بزنیم طعم دهنمون عوض نشه. خیلی خوبه. واه اینجا رو ببین. این مواد از اینجا زده بیرون. خدا کنه توش انگار جنگ شده توش. خب حله. بی خود بیجه هست فلوا. این از فلافلمونه. یا فلافل نیه ها. اینم با سس انبه خیارشور و گوجه. من بیشتر زیاد چیزایی دوست ندارم. کامل فرمایید اینجورم بود. حل. بریم برای تستش ببینیم که چیز خوبیه یا اول خود فلافل رو بخوریم ببینیم که چه نوع فلافلش چطوره. فلافلش مزه فلافل میده. خیلی خوبه خیلی نرمه. گفتم دیگه فلافلش مزه فلافل رو میده. جدی میفرمایی؟ الان با نونش بخور. به هم سس انبر رو نمیداد ولی بازور گرفتم. خب بفرمایید با نونش تست کنیم ببینیم که چطوره. خیلی خوبه. اگه بخوام به فلافلش هم نمره بدم اون نوشابه بزنیم دوستان دلتون نخواد. اگه بخوام نمره بدم به فلافلشون واقعا خیلی خوبه خیلی نرمه. ساعت 12 به بعد آقای فیلم بردار هی برام داره اشاره میکنه که دهنتو پاک کن یه چیزی آقا ولم کن بکش از بیرون از ما. ولم کن. خب دوستان حله. اگه بخوام بهش نمره بدم تو این ساعت 12 آقای فیلم بردار تلفن رو بدیم ساعت چند شده؟ چند ساعت تو بیرون موندیم؟ از ساعت 1 بیرونیم. آقای فیلم بردار تلفن رو کجا گذاشت؟ خب دوستان ساعت 2:44 دقیقه است. اگه بخوام واسه یه کامل نشون بدم براتون ساعت 2:44 دقیقه. تو این ساعت واقعا خیلی چیز خوبیه اینو درست کردن. همشون مزه خوبی داشت فعلا به جز اون روده انگار کامل نشسته بودن. همه چیز توش مونده بود. اگه بخوام به فلافلش مونده بود زیاد نمیخوام پر حرف بکنم. به فلافلشون نمره چند تا بدیم آقا فیلم بردار؟ چون خودمونم پر کردیم نمره 8 رو میدم به سلامتی شما. چون خودمونم پر کردیم. واقعا خیلی خوب و خوشمزه بود. من خودم خیلی فلافل دوست دارم. آفرین. اینم بریم خونه میخوریم. خدا بهمون رحم کنه دیگه. خوردنش راحته ولی یه چیز دیگه خیلی سخت. خب دیگه زیاد هر پر حرف نمی‌کنیم. اگه ببینیم چای هم داشت چای هم می‌خوریم. اگه نداشت فدای سرتون. این بود از این ویدیو امروز. خیلی دوستتون دارم دوستان. من تصمیم گرفتم که فقط خب دوستان این بود از این ویدیو امروز. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. خیلی خیلی دوستتون دارم. می‌خواستیم یه چای بگیریم ولی همه جا یواش یواش میبست میرفت. نتونستیم چای بگیریم ولی مشکل نیست. خونمون هم چای داریم. میتونیم تو خونه هم بخوریم. مشکل نیست. خیلی خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب کانال یادتون نره. کامنت ها برام بگین تست ترکیب بعدی چی باشه یا غذاهای دیگه کدوم محلی رو بخوریم. خیلی خیلی دوستتون دارم. حتما تو کامنت ها برام بگید تو شهر شما ساعت 12 به بعد چه غذایی میفروشن. خیلی خیلی گفتم دیگه دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه بدرود.